میخوایم راجع به همستر کامبت صحبت بکنیم. در 3 بخش 3 چپتر میخوایم توضیحاتی بدیم. چپتر اول بخش معرفی هستش که کلا آقا این همستر کامبت چی هستش که الان انقدر ترکونده و همه جا دارین ازش خبر و اخبار و اینجور چیزا میشنوید. بخش دوم کلا هیستوری همه این تپینگ کوین هاست، گیم هاست. من 2 تا عطسه کردم، حساسیت دارم. تپینگ کوین ها چطوری قراره نتیجه بگیرن و اصلا اگه نتیجه هم بگیرن به سود همگانی میرسه یا نمیرسه. بخش سومش هم اینه که بخش سومش رو کجا نوشتیم؟ همستر چیه؟ بهترین چیز برای اینکه بدونیم همستر چیه یا یه چیزی که ادعای کوین شدن در آینده رو داره سایتشه. دوباره سایتش هم چیزی نیاورده. این وایت پیپر بالا که کامینگ سونه. وایت پیپر نداره اصلا. مطمئن باشین که وایت پیپر چیست؟ وایت پیپر یه چیزیه که کل ارزا اول باید ارائه بدن وقتی میخواین لیست بشن. وایت پیپر ارائه میدن، یه رودمپ ارائه میدن. مثل این رودمپشون توضیح میده که ما این مسیر رو قراره طی کنیم و مخاطبش هم از چک کردن رودمپش مطمئن میشه که آیا این ارزه میتونه به نتیجه برسه، نمیتونه به نتیجه برسه یا کلا تاریخ اعلاناشو بدونه که مثلا چه تاریخی چه اتفاقایی درباره این ارز میخواد بیفته. وایت پیپرش هم میاد توضیحات کلی در مورد همین ارز بهمون میده که این ارز چیه، چیکار میکنه، هدفش چیه و در ادامه این سایت همستر کامبت همونجوری که چیز خاصی نداره دیگه، فقط یه رودمپشه. هیچی، رودمپ، فقط رودمپ گذاشته. وایت پیپرش هم گذاشته که در آینده میدیم. اگه اطلاعاتی در مورد شت کوین دارین، اینم یه شت کوین بسیار شت کوین نیست دیگه، این یک گیم کوین گیمه. میگه تو مارچ 2024 گیمش رو ارائه میدیم، ماینینگ اپ دیتا میدیم، اون تاسکس میدیم که خوشبختانه همتون گرفتین. آره این دوتا که کنارشون سبز هستش اوکی شده، یعنی داده شده. حالا منتظر می 2024 هستیم که قرار اسپیشل کاردز، دیلی کومبو، پارتنر بلاک چین اناونسمنت رو داشته باشیم. حالا اینا چی هستن؟ اکثر منابعی که من و تو سرچ کردیم و در موردشون دیدیم گفتن که در ماه بعد این ارز که نیست، این کوین قراره ریلیس بشه توی بلاک چین تون. با این حال خود رودمپ اومده گفته که ما قراره ماه بعد فقط توضیح بدیم که اصلا بلاک چین پارتنرمون کیه، پارتنر بلاک چینمون کیه. بیایم مثلا بگیم همون فکر کنم توم باشه، انقدر که راجع به توم میگن. حالا نمیدونم اگه توم باشه قیمت تون قراره بره بالا بریم بخریم. پارتنر بلاک چین ناسنت ماه بعد داریم. تو جونش آنچین infrastructure development walleting game implementation قراره لیست بشه. این خودش گفته توی رودمپش که پارتنر بلاک چینمون رو معلوم میکنیم. بعد اومده اگه هم لیست بشه ماه بعد و اتفاقای دیگهش اتفاق بیفته، والتینگ گیمش 1 ماه بعدش قراره راه اندازی بشه. یعنی اگه 2 ماه بعد از الان پول بخوای بتونی ازش بگیری 2 ماه بعد قراره بده اینو. 3 ماه بعد قراره توکنینگ گیم یوتیلیتی لانچ بده، یعنی توکنی که تو میتونی ازش پول بگیری و ارائه بده. یعنی خود این زیاد توضیح نداده در مورد اینکه چطوری قراره چیکار کنه. قراره فقط اسکیم میسکیم بده. در مورد گیم توضیح داده اگه گیمرین حال کنین با این، اگه گیمر نیستین یه بدبخت ایرانین یا یه شهروند ایرانی خیلی فرق نمیکنه. خب این ماه آخر یعنی many more will keep in secret not to spoil your. خودشون هم نمیدونن توی اون ماه چه اتفاقی قرار بیفته. آره تهش باز متفاوتی قرار با عکس خفن از همستر سئو دیگه اون چیزشونه، تبدیلشونه که میگه گاداوارشونه، تبدیل به سئو میشین تو این بازی. هیچ جایی، البته هیچ جایی رو ول کنی. اول از همه توی یوتیوب چه خبره در مورد همستر بیشتر از چنل خودش که اینجا قرار داره 17 میلیون ساب داره تقریبا الان. بالاترین ویدیوهایی که برای همستر میتونید پیدا کنید همش ویدیوهای ایرانیه. 1 میلیون و 1 ویو. نظر منو این جلب میکنه بیشتر. کیوبی کد
دستش درد نکنه. ویدیوی جالبی هم هست، ولی همه ویدیوها رو ما دیدیم، کلی توضیحی که میدن به ما فقط اینه که حتی توی خود چنل همستر کامبت هیچی نمیگه در مورد کوینش، در مورد خودش اصلا هیچ توضیحاتی نداره، فقط داره سئو کاری میکنه، یعنی تولیدات ارز دیجیتالی میکنه، اخبار ارز دیجیتالی میده که سرچ بخوره و بازدهش بره خلوت بالاتر. نباشه دیگه. آره خلوت نباشه، ویدیو داشته باشه، محتوا داشته باشه و فیک ترین چنل ممکنه داره، کم کیفیت ترین، یعنی یه چیزی انقدر میتونه فیک باشه. حالا ما کاری نداریم با اون قسمتش هم، چون کامیونیتی خیلی قوی داره، به احتمال خیلی زیاد تبدیل به پول هم میشه، ولی به چه پولی تبدیل میشه خیلی سوال مهم اینه که آره چقدر بشه هر کوینه. ادعای این همستر چیه؟ قراره بهتون پول بدیم. من داداش نات کوینم. نات کوین چیه؟ نات کوین چی هست؟ خب برای اینکه ببینیم چیه وبسایتش رفتیم و وبسایتش اینه. وبسایتش نوشته که probably nothing، یعنی شاید هیچی. نات کوین یعنی یه هیچیه. یکم در مورد شت کوینا تحقیق کنید. شت کوینا همشون هیچی هن، ولی وقتی پول هست توش دیگه میتونه پول باشه، ولی خیلی راحت هم میتونه همون ارزش رو از دست بده. خود همستر کامبت توی یوتیوبش هیچی نذاشته. داداش هیچیه دیگه. داداش هیچیه. هیچ توضیحی نداده بهمون که چیه، فقط یه سری کسشیر در مورد کسشیرهای متفاوت، یه سری توضیح در مورد ارز دیجیتال. این چیزی هم که میذارن خیلی جالبه، ما هم شاید بذاریم برای تامنیلمون. اینکه 400 میلیون همستر کوین رو میذارن اونجا که مثلا چجوری. یه چیز جدیدی هم که توضیح دادن، انگار بعضی فکر میکنن هر همستر قراره $1 باشه. به خاطر اون چیزه، عکس دلاریه که روی سکه ایوا عکس تو گیمش عکس دلار میذاره. اطلاعاتی در مورد همستر ندارم. خب میریم بخش دوم ویدیو. گیمشو که توضیح نمیدیم، گیمشو برین این ویدیوها رو میبینین، همشون جز به جز قشنگ استراتژی دارن میچینن براتون که چطور میتونین بیشتر درآمد داشته باشین از مثلا درآمد از همستر. بخش دوم ویدیو. نه صبر کن ببینم ببین، ولی هیچی نباشه میتونن چیز کنن تو این بازی کنن و یکم راجع به ارزها و چجوری سرمایه گذاری کنن و اینجور چیزا یه پول جمع کرد. آره پول جمع کردن، چون این مدلیه، اون 5 میلیونی که میده یا اون کارتایی که کسی که معرفی میکنه. آها تو اون کارتا اینا آره دیگه اطلاعات میده. اطلاعات نمیده، ولی مثل انگار کوچیک‌تر بازار ارزه. آره اونجوری پول میده که مثلا هر کسی بتونه قشنگتر چیز کنه. آره پولاش رو میبره بالا. برای کسب اطلاعات در مورد بازی ارز دیجیتال میتونیم بگیم همستر کوین بهترین منبع. خب بخش دوم ویدیو رو هنوز ننوشتیم. خداحافظ. بخش دوم ویدیومون در مورد تاریخچه و آره هم بزرگترین همستر کامبت‌های تاریخ. ببینید دوستان، شما قبل اینکه کشف کنید که میخواین میلیاردر بشین با همستر کوین، شاید میلیاردها نفر اینا کشف کردن و انواع اقسام کوین های مختلف گیمینگی تو تاریخ اومده و رفته. آره این اولیش نیست، اصلا اولیش نیست، آخریش هم قرار نیست باشه، ولی فوق العاده داره بازاریابی میکنه، فوق العاده داره کامیونیتی جمع میکنه. حیف که کامیونیتیش بنز یادگاره، حیف که کامیونیتیش این جوین تلگراما نمیتونم اینجا برم ولی حیف که کامیونیتیش کسایی ان که فقط میرن اونجا انگشتشون رو بزنن. یعنی این مغزی که خداوند بزرگوار برای ما داد، به نظرم فکر کنم اینجوری به وجود اومده که آقا میتونیم با ساده ترین چیز پول در بیاریم و کامیونیتی جمع کنیم. میتونیم چطور؟ همستر کامبت. بیا ببین چطور. حیف، واقعا حیف. داداشه نات کوین داداشش چقدر سود کرد نات کوین و کسایی که تو نات کوین پول داشتن چقدر سود کردن. نات کوین اولش اومد با قیمت با $100 عرضه شد، $100 عرضه شد، بعد تو 3 ساعت قیمتش اومد شد 6000. خب چرا؟ چون طبیعتا اون کسایی که بازی میکردن، مرسی از آهنگ بک، اون کسایی که بازی میکردن وقتی که پولش عرضه شد دیگه گفتن بریم زود بفروشیم که دستمون نمونه. فروشش رفت بالا، بعد قیمتش هم اومد پایین. قیمتش هم در طول این چند ماه
آره نه چند ماه نیست، 1 ماه اخیر قشنگ اومده پایین، ولی خوشبختانه افت آنچنانی نداشته، همین تا 4 اومده، 4000 دلار. بعدش انگار اومدن یه خبرای پولی همستر. گذاشتن. نه بابا خبرای همستر خبرای اومده دیگه. همستر آخه یه پول هم گذاشتن که بازسازیش کنن اینا، یه 5 میلیارد دلار اینا پول تصرف کردن توش. بعد اینکه پولی نگذاشتن یه سری کار کردن که بره بالا. این سایت قشنگه، میتونید اطلاعات خوبی در بیارین ازش. کوین مارکت کپ همه کوینا رو براتون میذاره، اخبارش هم زیرش مینویسه. و قیمتش اومد خوشگل رفت بالا بعد این مدتی، بعد اینکه این سرمایه گذاری رو کردن. و بریم به سراغ قشنگ رفت بالای. الان قیمتش 200، یعنی چقدر موقعی که عرضه شد 2 برابره. 2 برابره موقعی که عرضه شده قیمتش رفته بالا. حالا من نمیدونم اون موقع چه آرزوهایی وجود داشته در مورد این نات کوین، چه قیمت‌های قرار بود بهش بدن، ولی اکسی اینفینیتی یه چیزیه که یه مدت پیشی هست، از مدت‌ها پیش. اولش بهترین نمودار برای این موضوع، گیم کوینا اینجوری قراره عرضه بشن. اولش قراره بیاد با قیمت هرچی یه ایردراپ شده، یکم گیم کوین داده، بعد این گیم کوینه رفته بالا چون تقاضا زیاده. اولش همه فکر میکنن دیگه آره دیگه پول این تویه. خداست، مثل الان همستر الانمون تا $157 رفته بالا. از چند؟ $3. حتی از چندتر 50 سنت رفته تا $160. بعدش در عرض 1 2 3 4 5 6 ماه این کوین همینجوری یه روند در عرض 3 ماه اومده کلا صعودی بود، چیز نزولی شده دیگه، بر کلا که نه، حالا روند کلیش آره نزولی بوده، اومده برگشته به جای خودش الان همون قیمتی که تقریبا شروع کرده بود. یه نمونه دیگه یه توکن خیلی معروفی بود که راه میرفتین بهتون پول میداد، این هم اومده همون چند ماه اول یه روند خیلی سودی داشتی به من میگفتی این اولاشو، اینو به همستریام بگو. اولش چطوری بودین؟ گفتی که اولش کسی راه نمیداد و این اولش بیشتر اینجوری بود، مثل همستر نبود، کامیونیتیش اینجوری بود که برای اینکه بتونی بری تو گیمش باید تو صف وای میستادی. صفش هم اینجوری بود مثلا هر روز 2000 نفر کاربر جدید قبول میکرد. وقتی به زور میتونی بری جلوش، دستش درد نکنه این مسئله رو دقیقاً ایران خودرو هم اجرا میکنه. وقتی مجبوری ثبت نام کنی صف وای میستی. وقتی صف وای میستی صف تولید میشه، وقتی صف تولید میشه قیمتش میره بالا، شلوغی میشه، آدمای پشت سرش فکر میکنن که خبریه. قیمتش هم از اون ور که چون آروم آروم داره عرضه میشه و تقاضا زیاده هی داره میره بالا. ولی این قراره یه جای تموم بشه دیگه، بالاخره یه جایی تموم میشه، نقطه اوجش برسه. وقتی به نقطه اوجش میرسه تا $3 رفته بالا، بعد الان هم در حدود لب چشم تشنه قضیه تا اونجا 20 میبرم. آره تا الان هم در حدود 20 سنتیناست قیمتش اومده پایین. این کوینم ببین اینا یه سری چیزایی هن که حالا یه سری پلن هایی داشتن، ولی همستر عزیز فقط میگه پولدار بشید. امیدوارم پولدار همستر اومده کارمندی کرده این کار رو. به نظر من این میخواد این روند رو نگه داره، این روند اینجوری نباشه یهو بیاد و یهو بره. این میخواد اینو سعیش اینه که نگه داره، یعنی تو بازی بیاین اونایی که سرمایه گذاری بریم به بخش کردن بریم به بخش سوم. الان ما میخوایم به شما چی بگیم؟ کلن آقا این ویدیویی که ساختیم نتیجهش چیه؟ بازی کنیم، بازی نکنیم، چی کار بکنیم؟ خب ببینید نظر تو چیه؟ نظر من اینه که بازی کنین. نظر من اینه که آقا بریم بازی کنیم، بعدن اگه چیز داد نمیم به ما فوش بدین که ما گفتیم بازی نکنیم. نه بازی کنیم، برین یاد بگیرین گیمشو. تو اینجوری نه، اینجوری بازی نکنین که بشینین همینجوری تپ بزنین تپ. یه خبر جدیدی هم اومده که این قراره چون ایردراپ بده، این قراره یه کوین بده. ببینید این موضوع رو اول شفاف سازی کنیم. این چیزایی که دارین از توی گیم در میاری این قرار نیست تبدیل به پول بشه. این قراره به این مثل یه واسطه عمل کنه، اونم شاید چون هیچی معلوم نیست، هر جوری که دلشون بخواد قراره معلومش کنن. این قراره یه واسطه، اگه در بهترین حالت یه کوین واسطه‌ای بین صرافی و گیم به وجود بیاره که شما بتونین مثلا اگه اون کوینایی که در آوردین قراره تبدیل پول بشه که اونم
امروز یا دیروز یه خبری تو چنل تلگرامیشون دادن، میگن که سودی که از این گیمه دارین افزایش میدین مهمه توی گیم، نه خود کوینایی که دارین در میارین. پس یه ماه آره مثل چیز قضیه بانک نکنین، بردارین همه پولا رو بذارین توی بانک بمونه. آره از اونا استفاده کنین تا پولای بیشتری به دست بیارین. اگه میخواین تو این بازی پول به دست بیارین، آقا من که نمیدونم قرار آخر عاقبتش چجوری بشه، ولی به احتمال حالا 80% چون پشتوانه قوی داره، انقدر برای خودش کامیونیتی جمع کرده، احتمالش هست که به پول تبدیل بشه. خب شما بیاین هوشمندانه توش بازی کنین اگه میخواین بازی کنین. احتمال داره که بیاد این یه ایردراپ بده از اون کوین اصلیش، هم ایردراپ بده به شاید نسبت به کسایی که بهتر بازی کردن پول بیشتر بده. اون چیزی که میخوایم بگیم ما نمیتونیم بگیم. ببین اون چیزی که میخوایم بگیم اینه آقا، اون چیزی که خیلی کاسچه اون چیزی که شما فکر میکنین نیست. قرار نیست با این بازی شما پولدار بشین، چون شما فکر کنین این چقدر روزانه 24 میلیون نفر دارن اینجا بازی میکنن. طرف باید چقدر سرمایه داشته باشه که بیاد این 24 میلیون نفر، به اونایی که ثبت نام کردن 60 میلیون نفرن، اون که هیچی، ولی اونایی که دارن تپ میکنن و بازی میکنن 24 میلیون نفرن. خب این بخواد به اینا پول بده، نمیاد یه پول کلان رو بده به هر کدوم از اینا، میاد یه پول کلان رو تقسیم میکنه به 24 میلیون که چون نمیتونه از عهده‌اش، کلان رو هم نه، چون نمیتونه از عهده‌اش بر بیاد واقعا. ببینید این میخواد اگه توی بلاکچین تون عرضه بشه، خود تون کل مارکت کپ 16 میلیارد دلاره و اینو اگه بخواد تقسیم بر 24 میلیون نفر بکنه، خود تون ها، نه اینکه ببین خب بذار این زیر مجموعه تونه، یعنی این بخواد نات کوین خودش زیر مجموعه تون بود، این هم گفته که زیر مجموعه تونه انگار، چون داداش نات کوینه. تون نیست، این بیشتر توی شبکه تون کوین قراره عرضه بشه و وقتی توی شبکه تون کوین عرضه میشه، به تب نمیتونه مارکت کپش تون کوین رو رد کنه، چون تون کوین اون بخش اصلی این قضیه است. این هرچی قیمتش بره بالا باعث میشه تون کوین هم قیمتش بره بالا. الان ما بگیم که بیاد این اصلا خود تون کوینو که الان قیمت مارکت کپش، اون پولی که توی سیستم تون داره میچرخه 18 میلیارد دلاره، بیاد تقسیم بشه به همین بازیکنه اصلی. اینکه امکان نداره این اتفاق بیفته رو کاری نداریم، داریم در بهترین حالت میگیم آقا بهترین حالت بگیم شما چقدر میتونین پول داشته باشین از این بازی در بهترین حالت. یه شاهی یه قصری داره میگه 70 آجر به آجرشو میخوام بدم بره هیچی نمیخوام بمونه، این بهترین حالتش. خب اینجا شما چقدر میخواین پول داشته باشید؟ اگه هر یک آجر به شما برسه بخواد برسه، آره تو پولی که موجوده، اگه تو این شبکه قرار برسه، چیزی در حدود 800 دلار بهتون پول میرسه در آخر، که نمیرسه نمیدونم. هیچ شاهی نمیاد آجر به آجرشو بده به ما قراره توی تامنیلش هم بذاریم که سود 800 دلاری، ولی نمیرسه ولی نمیرسه به هیچ وجه نمیرسه. سود 800 دلاری نه، کمتر از 800 دلار، 750 دلار. البته ببین اینم قضیه رقابتیش کرده این موضوع رو، شاید یکی دو نفر 800 دلار به دست بیارن. یعنی ما اومدیم همه رو مساوی تقسیم کردیم و 800 دلار، اونایی که پول زیاد جمع کردن سود زیاد بردن شاید. ببینید آخر ویدیو اینه که حرف من در نهایت اینه که ما هیچی در مورد هیچی نمیدونیم. دستتون در نکنه کسایی که تا آخر این ویدیو نگاه کردیم به این ویدیو. و تون کوین اگه این داستان همستر با این کامیونیتی بیاد توی شبکه تون کوین اجرا کنه، عرضه کنه خودشو، تون کوین قیمتش میتونه قشنگ بره بالا. آره ما خودمون میخوایم تون کوین بخریم. تون کوین و نات کوین، یکم هم نات کوین میخوایم بخریم شاید بره بالا. همسترم شاید یکی دو ماه بعد توی کامیونیتی بعد بخوایم ازش چیزی بکنیم. آره میتونی اون پولی که میخوایم بندازین دور رو خرج دخترها، خرج میکاپتون میکنین رو یه ماه میکاپ نکنید، بذارین توی تون کوین. اگه هم اومد ما رو دعا کنید. نه دعا نه، سابسکرایب کنید. خب باشه بیاین بازم سابسکرایب کنید، دعا کنید. خدا نگهدار.